No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. درود بر شما دوستان گرامی. امروز در شهر گلستان ولایت سوخت مسابقه فوتبال بازان برای جام لیگ فوتبال مملکت برگزار گردید و در بوخوری اول دسته خوجند با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیشان را با حساب 1-1 جمع بست کردند. در بازی دیگری روز دسته خطان بر دسته نوی لیگ عالی تاجیکستان روشن ظفرآباد با حساب 6-3 پیروزی به دست آورد. به همین ترتیب در گروه ا دسته فایسکندی بوسه رگریتاداس منتخب جوان تا 20 ساله و اسخاتا، در گروه ب گلستان از شهر گلستان روشن کلوب استقلال دوشنبه با هیئت جوانانش و استرافشان، در گروه و روشن ظفرآباد خطان کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند به هم آمدند. از هر سه گروه دو دسته بهترین با نشان دهنده های افضل در بخوری نیویی با هم بازی میکنند. دسته های باقی مانده گروه ها از روی اشغال جایشان در گروه ها برای اشغال جایهای باقی مانده با هم دیدار انجام میدهند. همه اخراجات دوره آمادگی را به موسم نو فوتبال برای دسته ها لیگ ملی تاجیکستان و فدراسیون فوتبال تاجیکستان تامین کردند. دسته رفتن شهر کولوب در موسم نو فوتبال هیئت خود را تغییر میدهد. پیش از سفر به شهر گلستان ولایت سوخت گروه ایجادی ما در مشق‌های این دسته در میدان سیمی ورزشگاه مرکزی حضور داشت و این نوارها را دسترس کرد. سراول سرمربی نوی این دسته بویر ایگامبردیف کارشناس کنفدراسیون فوتبال آسیا در گذشته سرمربی دسته بخش و شاهین اسماعی جمهوری اسلامی افغانستان که این دسته را به عنوان چمپیونی در این کشور رسانید و در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت نمود و حساب می‌رود. امروز رهبری دسته روشن این مربی را با باوری کامل به دست آوردند که دسته نسازند. از دسته یک قطار فوتبالبازان شهرتیار رفتند و جایشان را جوانان اشغال نمودند. هنوز دسته به خدمت دروازه‌بان رستم رضایف نیاز دارد و او میتواند به دروازه‌بان‌های جوان عبرت و نمونه باشد. کامران میرزاخان از کلوب مرکزی ورزش ارتش به این دسته گذشته است و با روشن موسم نو را استقبال میکند. رسول پایزوفی که در رگری تداس بود و بعداً در کوکتاش پیدا شد و در حیطه روشن 13 بخوری گذرانید، او هم در حیطه روشن قرار دارد. محسن عبدالغفارов هم با حیطه دسته روشن پیوست. عباس اندلیبов بعد موسم خوبش در حیطه فایسکند که 24 بازی گذرانید روشن را انتخاب نموده است. آنهایی که ارتور پرینس را که با حیث یکی از محافظتگران بهترین سه موسم گذشته فوتبال تاجیکستان یاد میشد و در حیطه کوکتاش نام برآورد، امسال شرف روشن کولوب را حمایت میکند و او را ما در اینجا دیدیم. با این بازیگری گاناتابور باز یک قطار بازیگران دیگر در هیئت قرار دارند و این بازیگران بویر ایگامبردیف سرمربی نوی روشن باور دارد. دسته خوجند یکی از بازیگران شناخته مملکت عضو دسته منتخب تاجیکستان جهانگیر ارگاشف را به دسته برگردانید. بعد آنکه جهانگیر ارگاشف از دسته خوجند به کلوب سایف سپورت بنگلادش سفر کرد و یک چند کلوب‌های دیگر رفت و اینک روبرون خوجند به خلاص آمدند که این بازیگر را به دسته خوجند برگردانند. جهانگیر ارگاشف در حیطه دسته سایف سپورت کلوب بنگلادش بازی‌های زیادی گذرانیده و چمپیونات ازبکستان رفت و به اسخاتا گزارش انجام داد و سال گذشته هم در حیطه اسخاتا 11 بازی گذرانید و به دروازه حریفان 4 گل هم زد. این سال گمان بود که جهانگیر در حیطه نفتچی ازبکستان هنرنمایی خواهد کرد، اما این بازیگر به خوجند برگشت و در بخوری با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در گلستان برای جام لیگ فوتبال مملکت به میدان آمده 90 دقیقه بازی کرد. امیربک جورابویف ترک دسته استقلال کرد و اکنون هنرنمایی‌اش را در فیلیپین پس سر می‌نماید. نیم حمایتگر استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان امیربک جورابویف با تیم یونایتد سیتی فیلیپین گزارش انجام داد و شرطنامه یک ساله بست. در حیطه یونایتد سیتی امیربک جورابویف تحت رقم 6 برآمد میکند. امیربک در موسم سال 2021 در حیطه استقلال 18 بخوری انجام داد. 4 مرتبه از میدان عوض کردند و 3 مرتبه از کرسی احتیاطی وارد میدان شده است.
як гол задасту 1580 дақиқа дар майдон ҳузур дошт. Амирбек ба ҳайси бозигари озод ба Юнайтед Сити гузаштааст. дӯстони гиромӣ, хабарҳое буданд ки мо мехостем ба самти шумо расонем. Боқӣ сеҳатмандии пирӯзии шумо орзуи мост. Худро эҳтиёт кунед. Хайр. No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a man's like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on.